آریانا سعید بار دیگر چهرهش را تغییر داد. دلیل جراحی‌های متعدد صورت آریانا سعید چیست؟ آریانا اکنون در کدام کشور زندگی می‌کند؟ دلیل دوری آریانا سعید از هنر موسیقی فاش شد. رازهای ناگفته زندگی آریانا سعید و اسیب. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما دوستداران خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید یکی از هنرمندان خوش صدای کشور که وی شهرت و محبوبیت آنچنانی خوبی دارد که تمامی مردم افغانستان با چهره و صدای آریانا سعید آشنایی کامل دارد. آریانا سعید علاقه‌مندان و طرفداران صدایش در میان فارسی زبانان جهان بیشمار است و عاشقانه و کارهای هنریش می‌پردازد. آریانا سعید اما ساله کنسرت‌هایی برای دوستداران و طرفداران صدایش در سرتاسر جهان برگزار می‌کند. چند می‌شود آریانا سعید کاملا از پرده رسانه‌ها به دور است. تازه تصاویر آریانا سعید در صفحات مجازی نشر می شود که وی چهره‌اش را بار دیگر جراحی کرده است و به همین خاطر در محافل خوشی هموطنان افغانش اشتراک نکرده است و حتی کار هنری جدیدی برای دوستداران و طرفداران صدایش نساخته است. این همه در حالی است که قرار بود آریانا سعید با مدیر برنامه‌های کاریش و نامزدش اسیب سعید در ماه جولای ازدواج کند. اما بار دیگر عروسی آریانا سعید به تعویق افتاد. اما معلوم نیست بار دیگر عروسی آریانا چی تاریخ برگزار خواهد شد. این همه در حالی است که آریانا سعید مصروف کارهای سیاسیش در کشور امریکا است. ولی من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند از بارگاه ذات لایزال استدعا دارم و در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از بانو آریانا خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان بانو آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان را به لای منان سپرده موفق کامیاب باشید.